بیاید اکنون در باب مهارت و متانت، هنر و استعداد یک تن از چهره های جوان کشور جهانگیر مجیدوف سخن میگوییم. پهلوان 22 ساله تاجیکستان قدم 33 خود را در عرصه جهانی امروز گذاشت. یعنی 32 رقابت سطحی باشکوه را تا امروز انجام داده است. در ابودابی نوامبر سال 2021 برنده مدال برنجی محسوب می‌یابد. دستاوردهایش اکنون در زمان نورسی و باز هم به حیات جوانان چون شامل بودند که در رده‌بندی بهترین ها هم طول 2 سال در رده‌بندی بهترین های سیاره میان جوانان صدرنشین بود و از مسابقات گرند اسلم 1 جایزه دارد. سالیانی طولانی است که اینجا هم مربیان گوناگون و حالا تحت راهبری عطایی یک کارشناس ورزیده جودوی ایرانی مشق ورزی میکند. خیلی جوانی با تمکین، قوی اراده، خوشاداب و صمیمی است. اکنون در رقابت جهانگیر ما چون بیشتر امیدواری همان حالت راست بودن یا همان ترتیبی درستی که به حلوک داخله توجه میکند، باز هم اوچیماتا همین رو انتظاریم. ورزشگر لاتویا را مجبور ساخت که اشتباه کند. مجیدوف دست رو در این لحظه داشتنش رو مجید زاده جهانگیر حاتم از خاطر فراموش کرده. رقابت پهلوانی تاجیکستان فکر میکنم باز هم جذابتر می شود. ما در روند تلاشش احساس میکنیم که جهانگیر اینجا هم دلپرانه همان یک حرکت دوست داشته خود را میخواهد در اینجا مورد استفاده قرار دهد، اما هوشیارتر باید باشد. این نفر تصادفی نیست پهلوان کبودپوش لاتویا که حالا با او نیرو میسنجد. این هم همسال جهانگیر مجیدوف است، 22 ساله. قریب که دست انجام مسابقه های مختلفش هم برابر جهانگیر در 31 رقابت سطح باشکوه شرکت فعالانه کرده است و در چمپیونات اروپا میان جوانان جای 3 را به دست آورده است و در جام اروپا میان جوانان هم اوگوست 2019 در مرحله نهایی ناکام شده بود و جای 2 را گرفت. پهلوان محبوب ما جرأت میکند، اما سمت استفاده اصولهای معمول جودا و بالاخره ملی را که خیلی سازگارم باید دیگر کند. کار در این زمینه اکنون با همیشه اوچیماتا کریم خان رنگی دیگر نگرفت. اکنون روند تلاش دیگر چی میخواهد؟ یا نیمه حرکت حریف را دیگر کند؟ جهانگیر به هر دو طرف گوشینی خوب میگیرد. حالا اکنون در تلاشش این مراتب هم اندک توقف هست. حالا این حریف ناباب که اکنون در 2 لحظه مناسب تلاش کرد و او را هم مجازات کردند و دیگر بارم مجیدوف اینجا ببینید این اندک سستی سمتی چپی حریف را هم اندک پیدا کرد، اما صورت افزایی را از خیال از خاطر دور کرد. یک بار دیگر دست رو فراموش کرد. حالا این کامپذیر بود این لحظه که اون چیزی که جهانگیر میخواست و عطایی و حاتم میخواستند و ما نیز همچنین همان لحظه رو میخواستیم که باید دست آزاد نباشد.
این فرصت از دست رفت. 14-12 ثانیه های به شماری وقتی اساسی باقی مانده است. داور اندیشه دیگر دارد بر رفت سبقت امروزه. فشارها 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 و فشارها. انا همین ترتیب جهانگیر مجیدوف افضلی و مهارت والای خود را پای در پا حمله ها را بیشتر و زیادتر کرد که ورزشگر 22 ساله لاتویا ناکام شد و اکنون با چمپیون جهان با مجدوف یک تن از چهره های نامور سیاره پهلوان ما در رقابت های 8 یک نهایی دیدار انجام خواهد داد.